یک گروه مهاجران ازبک بعد بسته شدن مرز روسیه با قزاقستان در ولایت سمره روسیه بند مانده یک اردوگاه بنیاد کردند. خبرنگار رادیو زودی 22 سپتامبر در اردوگاه با حیات این مهاجران آشنا شد. او میگوید مردم بند مانده با کمک طبی و آب آشامیدنی دسترسی دارند. بر علاوه در اردوگاه امکان خریداری مواد نیاز اولیه فراهم آورده شده است. باشندگان اردوگاه با غذای گرم و دارو و درمان تامین هستند. ماشین مخصوص برای آنها آب می‌آورد و بعضی مهاجران با ملکه سرتراشی هموطنانشان را تشکیل کردند. از ماه مارت به این طرف مرزهای کشورها بنابر پاندمی کووید 19 بسته شد و رفت آمد هوایی بین دولت‌ها نیز قطع گردید. بعضی مهاجران آسیای مرکزی که می‌خواهند به وطن برگردند در نزد مرزها جمع می‌شوند. تا امروز صدها تاجیکان و ازبک‌های جمع شده در نزد مرزها را با مساعدت سازمان‌های بین‌المللی به کشورهایشان انتقال دادند.